عمر فرزند خطاب خداوند از او راضی باشد پارچه ابریشمی را دیدند که در آستانه مسجد پیامبر خدا درود بر او برای فروش گذاشته شده بود. عمر فرزند خطاب خدا از او راضی باشد عرض کردند: ای رسول خدا، چه خوب است که اگر شما این پارچه را بخرید در روزهای جمعه و در ملاقات هیئت‌هایی که به خدمت شما میرسند ببر کنید. رسول خدا درود بر او فرمودند: ای عمر، این پارچه را کسانی ببر می کنند که از نعمت‌های آخرت سهمی نداشته باشند. مدت گذشت، چند دست لباس از همان پارچه ابریشمین به رسول خدا درود بر او هدیه دادند. سپس رسول خدا درود بر او یکی از این لباس ها را به عمر فرزند خطاب خدا از او راضی باشد داد. سپس عمر فرزند خطاب خدا از او راضی باشد عرض کردند: ای رسول خدا، این پارچه را به من بخشیدی تا بپوشم در حالی که خودت از پوشش این لباس مذمت کردی؟ سپس رسول خدا درود بر او فرمودند: ای عمر، من این لباس را دادم نه برای آن که تو بپوشی. سپس عمر فرزند خطاب آن پارچه ابریشمی را برای برادر مشرک خود که در مکه به سر می برد فرستاد. حدیث بخاری، کتاب نماز جمعه، پوشیدن بهترین لباس، باب 5.